چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی یک موضوع اساسی بحث مردم ویدیو لحظه یک مسافر پیرانسال ریش سفید را برای 50 درهم دشنام‌های قبه دادن و تعقیل کردن یک جوان پولچینک مشروط که رقم 15 بود در ویدیو دیده میشد که چگونه پولچینک با یک لعن قبه در پیش مسافران دیگر شأن و اعتبار مسافر صلح‌خورده را پست میزند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز هفتم مارس خبر داد که در پی مراجعت شهروندان که خواستار در دایره قانون ارزیابی کردن رفتار این جوان پولچینک شدند، کارمندان میلیسیا با راه اندازی یک قطار چهارربینی‌های فوری با گذشت همگی 2 ساعت شخصیت جوان دغل گفتار را معاین کرده او را به اداره میلیسیا آوردند. معاین کرده شد که این نفر شهروند جمال‌الدین زاده مرادبک سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه مدت است در افت-ماشین تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 0816 05 در خطسری رقم 15 به حیث پولچینک فعالیت میکند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت ضمن سنجش و پرسش دستگیر شده و شاهدان حادثه مذکور معاین گردید که پولچینک نسبت به مسافر در نوار انعکاس یافته برای مبلغ راهگیرا دغل رفتاری و دشنام و حقارت‌های قبیح نموده شأن و شرف او را در نزد اطرافیان پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت جمال‌الدین زاده مرادبک طبق طلبات ماده 460 مایده اوباشه کودکس مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تطبیق کرده شد. همزمان براننده و دیگر مسئولان خطسیر مذکور جهت تأمین با صفت خدمت رسانی به مسافران کارهای فهماندهی گذرانیده شده است.